انما المؤمنون اخوه در جای نزول اخلاص عمل نمیکند، پس در همون خاک، در همون وطن، در همون ملتی که پارچه زمین دارد و مسلمانی دارد انموج عمل میکنه. تو مسلمانی، تو مؤمنی، تو مذهبی، تو وطن به نام تاجیکستان عزیز داری، اینجا ده تو عزیزی، اینجا ده تو آزادی، اینجا ده تو عزت داری، اینجا ده مسجد باز است، اینجا هزارها قرآن گذاشتگی است. تو بیا بخوان. برادران عزیز، من و شما باید توصیه خوب برای نسل جوان داشته باشیم. اما چند توصیه از جانب شورای علمای جمهوری تاجیکستان من بنده همچون نماینده از مرکز اسلامی برای شما میرسانم. خدا کند که الله تعالی فهم خوب برای من و شما عطا کند. امروز نسل جوان من و شما داریم، در حقیقت علم و معرفتی که اشاره شده از با مردم ملت فارسی ما، این از معلم دین من و شما صلی الله علیه وسلم است. ما دو نمود قرآن داریم، قرآن مطلوب داریم، قرآنی که تلاوت می شود، عبادت است هر یک حرفش، اون وحی است. حدیث های پیغمبر هم وحی هستند، نه که غیر مطلوب است، قرآن نیستن اونها، اما اونها هم وحی است. وحی تلاوت شده که خودی قرآن است که 114 سوره داریم، 86 مکی، 28 مدنی، 114 سوره. اما ما وحی غیر مطلوب حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعض ملت ها را نام گرفتن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ساکت شدن، چیزی نگفتن. بعضی ها را نام گرفتن، گفت که بعد وفات من از اینها فتنه بیاید، یخرج منهم فتنه، از اینها گفت فتنه می آید. اما وقتی صحبت از ملت فارس شد، گو اگر دین دست ثریا باشد، ابناء من الفرس، رجال من الفرس، این را چیکار میکنن؟ علم را میارن، معرفت را میارن، دانش را میارن. بنابراین 6 کتاب صحاح سته داریم، از صحیح البخاری تا ابن ماجه، یکی از اینها عرب نیست. همین بابایان من و شما، علمای دین من و شما، اینها صحیح و ضعیف را جدا کرده نوشته، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنهایش را جمع کرده، با تمام جهانیان تقدیم کرده. این نمونه از همون گفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و خود امام اعظم رحمت الله علیه که از مردم فارس است، از مردم تاجیک من و شما است، از لحاظ نسب. بنابراین برادران عزیز، وصیت ما چی است؟ بعضی وقت در میان جوانان میگردی، بعضی وقت در میان اینها صحبت میکنی، با یک تاکسی هم صحبت میشوی، با یک جماعت جوانان میشینی. اینو وقتی صحبت میکنن، علم و دانش معرفت دینی، عقیده سالم مسلمانی و اسلامی ندارن. اینا با اینها وقتی صحبت میکنی، اینا خودشان قاضیان، خودشان میزانن، خودشان صراطن، خودشان جلادن. اینا گردن رو میزنن. اینا اگر قدرت پیدا بکنن، حکم بر کفر میکنن، و قدرت پیدا کنن نیست میکنن. اینا را کی آموخته است این علم را؟ کجای اسلامی خیلی علم دارد؟ بازی اگر یک مسلمان را، یک زن را، یک ماما و بیبی و مادری پیرسالی من شما را، همین که توحید میگوین، عقیده میگوین، یک زن تاجیک را یک جا بشنان درباره توحید بپرس، همه سخنا را میگوین. آیا من شما را همین مادرها ناموختن؟ اول بنده کی؟ بنده خدا، امت کی؟ محمد مصطفی. کتاب چی از قرآن، دین چی از اسلام، امینا را مادرها آموختن. پیش از اینکه پیش یک دامنا برای یک دانشگاه برای در خانه مادرها میآموختن، پدرها میآموختن. امروز دین، عقیده، رویه مذهب حنفی در نزد بعض جوانان من شما شیده است بدعتی، شیده است شرک داشته، شیده است خرافاتی. وصیت ما چی است؟ خودتان بیاموزید علم را، خودتان ببینید آیا دیدگاه اینا درست است. کدام از ملت ما هر کجای سفر کرد آمد، سخنش همی بود که در اخلاص، در دین، در مذهب، در تقوا مثل مردم تاجیک ما مسلمان کمی در کم از در دیگر دولت ها.
با این اخلاص، با این اعتبار دینی، برادران ما نان را قد قرآن احترام میکنن. نعمتی از نعمتهای خداست. حالا که یکی از اینها را بپرسی، اینا میگن که میزان کجا هست؟ میزان، ترازو، صراط کجا هست؟ میگه اینا در قیامتند، اینا در روز محشر هستند. این عقیده هر یک مسلمان باشد که باید بداند که مثلا خدا یکتا است، پیامبران همش بر حق هستند، کتاب ها هستند، میزان حق است، صراط حق است، جنت حق است، جهنم حق است. این عقیده هر یک مسلمان باید باشد. اما الله تعالی دنیا گذاشتگی است. همون فرعونی که بود، بزرگترین کافر زمان حضرت موسی علیه السلام، انا ربکم الاعلی میگفت، منم خدای بزرگ بالا. اما خدا او را نه فلج کرد، نه کور، نه نابینا. برای چی؟ چون که این عالم میزان و صراط ندارد. جایی که انسان ها سزا و جزا میگیرند دیگر عالم است. ولی یک برادر قطعی میشینی میگه چرا دوملا درباره اسرائیل صحبت نمیکنید، درباره فلسطین صحبت نمیکنید؟ ما اینا را در کنفرانس های یردن یا در اونجا رفتیم صحبت کردیم. فلسطین این میراث مسلمانان جهان است. اما اگر بگن که تاجیکستان بیاد و را آزاد کنند، ما را بتن، ما این قدرت نداریم. این دولت های ابرقدرتی که در عالم هستند همه خاموشند. اما درباره ایمان و اسلام، علم و دانش، ما جایگاه های همه زمین ها را میدونیم. از زمانی که سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، از این آیه نازل شد که پیامبر خدا را از خانه کعبه بیت المقدس بردند. از اون زمان اون بیت المقدس صار میراثا للمسلمین، این میراث مسلمانان جهان است. ما دعا میکنیم. اما کسی را ظلم میکنند. از یک انسان میبیند میگه ببین کودکا را زدن، فلان را زدن، بلنیسه را زدن. اینقدر ما غمگینیم. از 100 صفت رحمت الهی یک رحمت در زمین است برای انسان و حیوان همه. ما اینقدر دلسوزیم. آیا الله تعالی ارحم الراحمین است؟ 99 صفت رحمت با خودش است. آیا الله تعالی قدرت ندارد بگیرد ظالمه با پیش بخواباند؟ اما اینجا امتحان رفته است. ما با بصیرت، با علم، با دانش قضاوت میکنیم. قرآن میگوید که لا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. آیا میگه شما گمان میکنید که الله تعالی غافل است از آنچه که ظالما میکنند؟ نه، انما نؤخرهم، ما اینا را باقی گذاشتیم برای روزی که چشمهای شما پاره میشن. میزان در اینجا نیست، صراط در اینجا نیست، حساب و کتاب در روز قیامت است و مالک این زمین اونها را قضاوت میکنه، نه اینکه من و شما. امروز در امریکا یک ناخلف جهاد اعلان میکنه، این جوانای تاجیکی ما رحکیه، نه علم، نه معرفت، نه عقیده، نه دانش. 1200 سال شد ملت تاجیک یکتا پرستی و پیروی مذهب امام ابو حنیفه را میکنه. چی کم بودی در دین عقیده مذهبی ما است؟ اما قدرت و توان امروز همین است. برادران، من از این بالاتر با شما صحبت کنم. اگر امروز دیگر زمانه هست. انما المؤمنون اخوه، همه مؤمنین برادران. همین آیت در جای نزولش عمل نمیکنه. در عربستان سعودی عمل نمیکنه. وزیر تاجیک اگر ویزاش بود شود میبرن در چند بنگالی و افغان اینو زندانی میکنن، طهارت نمیکنن، بو میگیرن، آوازی نمیکنن، نماز نمیخونن در اونجا. پس انما المؤمنون اخوه کجا شد؟ مؤمنین برادر یکدیگرند کجا شد؟ پس امروز انما المؤمنون اخوه در جای نزول خودش عمل نمیکند. پس در همون خواب، در همون وطن، در همون ملتی که پارچه زمین دارد و مسلمانی دارد، انموج عمل میکنه. تو مسلمانی، تو مؤمنی، تو مذهبی، تو وطن به نام تاجیکستان عزیز داری،
اینجا در تو عزیزی، اینجا در تو آزادی، اینجا در تو عزت داری، اینجا در مسجد باز است، اینجا هزارها قرآن گذاشتگی است تا بیا بخوان. بنابراین امروز نسل جوانی ما باید علم و معرفت داشته باشد، عقیده صحیح سالم دینی داشته باشد. یک جوان ناخوانده امروز می نویسد که نمیدونم رئیس شورای علما، مرکز اسلامی، علمای دین در باره فلان دولت چرا صحبت نمیکنه؟ در کنفرانس های بلند رفتیم و صحبت کردیم. این عقیده هر اسلام و مسلمین است. اما تمام جهان بگم ما دست شستیم، تاجیکستان بیاد این را آزاد بکند، ما قدرت نداریم. برای همین برادران عزیز، اسلام همش علم است، معرفت است، دانش است، نور است، هدایت است، بخشش است. دین خون نیست، دین فتنه نیست، دین کشتار نیست، دین تحقیر، دین رنجوردن نیست. بسیاری از ما آنچه که ما در مدارس دینی تعلیم گرفتیم همین است که مؤمن کی هست؟ مسلمان. مردم از دست، از زبان، از وجود اون در آسیب نیستند، در ضرر نیستند، نمی رنجانند، نمی آزارند. خود مسلمانی، خود اسلامی که بیا، هیچ جا آمدگی نیست که یک قشلاق، یک ناحیه یا یک شهر اسلامی کنی، اما آمدگی هست که خودت مسلمان باشی، خودت اخلاق نیک و صالح داشته باشی. و این اسلام به صاحب نیست که یک زید عمر بکر یک کمیتر بنویسد دیگه علما پریشان شود. اینا رو هر روز ما میبینیم. ما پریشان نیستیم برای اینا. او انسانی که او میگه دیونه را حالا کشته، میگم خیلی یک چیزی مثلا این علما با این مثال ها فریب نمیخورن. بسیاری هستن ما را زنگ میزنن یکم مسئله را میگم ما معما و چیستان نمیدونیم، ما یکم چیزی از دین میدونیم، این چیزا را نمیدونیم. برای همون از دوم علمای خودتان باید بریم، از دوم دانشمندان خودتان باید بریم. چگونه دین نازل شد، چگونه معلم دین صلی الله علیه وسلم تعلیم داد، با همون باید رفت. ما ملتی نیستیم ما را بفریبند و هر جوان از ما فریبیده شد با همین اخلاص، با همین راه دینیش فریبیده شد. ببینید بارها گفتیم میآیند یک نام اسلامی میمانند، ما و شما را میفریبند، چون که ما مسلمانیم. حزب نهضت اسلام خط بزنی زن طلاق میشه. چه دروغ بستن در دین مبین اسلام. آیا قرآن 28 سوره که در مدینه، 86 سوره که در مکه با 500 آیت احکام دینی توصیه بر بنیاد حزب دارد؟ اسلام دانشمندان را بپرسند، جهان اسلام را جمع کنند. قرآن دو تا حزب بیان کرده است، حزب خدا و حزب شیطان. حزب گرایی در اسلام حرام است. علمای دین کتاب نوشتند، مقاله ها، دیپلم دکتری و ماجستری خودشان ازش کردند و دست آوردند، حاصل کردند که التحزب فی الاسلام حرام. حزب گرایی در اسلام حرام است. بنیاد و تأسیس حزب در قرآن نیست و این از دیدگاه دین مبین اسلام حرام است. و اونهایی که این فتوا را صادر کردن بر ملت ما و اونهایی که گفتن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، در جای دیگه هم الغالبون، اینا حزب خدا، هم حزب خدا دست بالا هست و از همین آیت گفته حزب نهضت اسلام گرفتگی است. این تفسیر و تعویل فاسده در دین مبین اسلام است که ممکن نیست جواب شد در قیامت. میگن اینا حرام است این گونه تعویل کردن برای منفعت شخصی خودن، برای گروه بازی کردن، برای چند حزم و مال و متاع دنیا. اینا جوابش میگن اولئک حزب الله، اینا حزب خدا. من قال لا اله الا الله، کسی لا اله الا الله گفت، کسی اعتراف به آفریدگار زمین و آسمان کرد، اون هست حزب الله. اینا تفسیر پیامبر، تفسیر صحابه، تفسیر بزرگان گذشته ما است. هیچ کس این را با این تفسیر نکرده است، چون که حزب بنیاد کردن در اسلام حرام است. و اونه که خون میریزاند، فتنه میکند، برای بد انسان ها را میبرد، اون حزب شیطان است. حزب خدا داریم که این منفعت دارد، بی ضرر هست،
بخشش دارد، غیبت و تحقیر و حسد و بغض و کبر و کینه و عداوت ندارد. این در حزب خدا است و یکتا پرست است. این چیزها را باید ما بیاموزیم. امروز در تاجیکستان بسیاری از علمای دین، بسیاری کادرها، بسیار دانشمندان خوب داره. ببینید دیروز در سال ابتدای تحصیلی مثلا علم دانش، بهترین دانشگاه اسلامی در قبط کلانترین مسجدی در آسیا یعنی بنیاد کرده شد به نام دانشگاه اسلامی امام ابو حنیفه. قرآن با زبان تاجیکی دو بار چاپ و تقسیم در اداره و در چیزا رایگان از جانب پیشوای ملت تقسیم کرده شد که خیلی مردم بخوانند که چی چیزها هست در قرآن. در قرآن جنگ نیست، تحقیر نیست، غیبت نیست، پول گرفتن و ظلم کردن نیست، کروپسیا حرام است در قرآن، رشوت حرام است، ریبا حرام است، زنا، عفت و حیای زنها را بردن حرام است، شراب خوردن و به عقل و به تمیز شدن حرام است. همه دین معاشرت است. دست جمعانه همون وحدت ملیه که من شما در بارش صحبت میکنیم، همون دین مبین اسلام توصیه بر همین میکنه. واعتصموا بحبل الله جمیعا، همه بار اسمان خدا چنگ بزنید. علم و دانش، معرفت آموختن این چیز دیگر است. شما ببینید یک انسان میآید میگه دوملا من انسان بدی بودم در زندگی، شاید پدر و مادر خود را خفه کردم، شاید معلم خود را خفه کردم، شاید حرام خوردم در زندگی، شاید به دوست و رفیق که خود خیانت کردم. میگه لیکن من توبه کردم. این جوانی که امروز پشیمان شده است توبه کرده است، توبه کرده است، نه که توبه ای که دوباره میشکنه، توبه ضعیفه که در پرتو علم دانش نیست. برای چی؟ برای که از دیدگاه تعلیم علمای دین دروازه توبه بسا دروازه مشکل و بسا دروازه دراز، بسا دروازه محکم هست که تو بعد از اون دروازه دیگر انسانی هستی که منفیت در جامعه میرسد، انسانی هستی که در رضامندی در پرتو مسلمانی و مؤمنیت زندگی میکنی. پس علما گفتن تا اون دروازه 4 منزلت دیگر است، منازل هست. این منزله ها را ترک کند، این منزله ها را طی کند، بیاموزد، بعدا توبه کند. این جوانی ما دیگر بر نمیگردد، این خواهر اسلامی ما دیگر بر نمیگردد، این دیگر گناه نمیکند. هرچی اگر این درست نماند، هرچی اگر برای این تهدید کنند، گناه و معصیت نمیکند.